باغ افسانوی سنئی در ساوث کارولاین شهر مورل بیچ. این خیلی زیبا کردگی هستن. باینوش ببینیم خیلی گلف کردگی هستن. مردم ببینن یکی از نمودی ورزشی دوست داشته آمریکایی است. ببینن عصباشون آروم میکنن، چیکار میکنن، کیفیتی خودشون. ما میبینیم که خیلی خوشرو کردگی هستن. این البته برای هم مردمی محلی هم برای توریست ها که زیاد میبینن. زیاده از 14 میلیون توریست ها به این شهر میبینن میروند، هم از داخل هم بیرون از آمریکا. مرحمت هر نفری که میخواد با این شهر زیبا تشریف بیارد بیایید ببینید، راحت کنید، چون همیشه کار کمتر دمام گرفتن در کار. خیلی سنئی چیزها ساختگی هستن مخصوص برای نفرایی که میبیاد شهر را تماشا میکنن. این شهر رنگ کردگی هستن. خب رنگی دیگر داده شده است. اگر این طرف داریم او عجیب بود. نبینید همش سنئی است، ساخته است، خوشروگی. این مردم اینجا که گلف ناز میبینن یکی از نمودی ورزشی آمریکایی و گلف است. نمیدونم چی لذت میبرن اما زیاد هم بازی میکنن، دوست میدارن. بعد انا میخوام جو مخصوصا چیکار دیگه است بازی کرده شده. شو بیا نه این طرف یک بار باید این طرف شرشره. این اینجا بینید طبیعت شروع زیبا نفته. رنگ بور کردگی، رنگ بور سرخ و زرد و یک کمی برای با دیگه طبیعتی سر هم زیبایی. این طرف مانا کوه و سنگ و هم جای دیدنی و عجایب. ببینید